به برنامه خوش اومدید. امروز یه سند خیلی مهم جلومونه که خب شما با کلیاتش آشنا هستید. برای همین ما میخوایم یه راست بریم سراغ قلب ماجرا و روی یکی از مهمترین بخشاش متمرکز بشیم. آینده دانشگاه‌ها. یعنی میخوایم ببینیم این طرح دقیقاً چه نقشه راهی برای دوران بعد از جمهوری اسلامی کشیده. اینجا صحبت از چند تا تغییر جزئی و سطحی نیستا. حرف از یک خونه تکونی اساسیه. قراره ببینیم این سند چطور میخواد دانشگاه رو از یک ابزار ایدئولوژیک به موتور واقعی پیشرفت کشور تبدیل کنه. دقیقاً. و این دقیقاً همون چیزیه که دانشگاه باید باشه. نه یک بلندگوی تبلیغاتی، بلکه یک اتاق فکر ملی برای حل کردن بزرگترین چالش‌های کشور. این سندم دقیقاً با همین نگاه نوشته شده. خب، بیاین این موضوع رو باز کنیم. قبل از اینکه بریم سراغ خود راه حل‌ها، به نظرم لازمه که یکم عمق فاجعه رو بفهمیم. این سند تصویر خیلی تاریکی از وضعیت فعلی آموزش عالی ترسیم میکنه. ریشه اصلی این بحران که طرح سعی داره حلش کنه چیه؟ این مهمترین سواله، چون تا ندونیم بیماری چیه، تجویز دارو بی‌معنیه. ببینید، سند بحران رو مثل یک هیولای سه سر توصیف میکنه. سر اول و به نظرم خطرناکترینش سلطه ایدئولوژیک هست. سلطه ایدئولوژیک. بله، این یعنی یک حمله سیستماتیک به تفکر انتقادی. رشته‌هایی که کارشون پرسشگری و به چالش کشیدنه، مثل فلسفه، جامعه شناسی، علوم سیاسی، یا به طور کامل حذف شدن یا اونقدر محتواشون دستکاری و اسلامی سازی شده که دیگه خب قابل شناسایی نیستن. یعنی در واقع روح علم که همون شک کردن و سوال پرسیدنه از دانشگاه گرفته شده. انگار سیستم ایمنی دانشگاه رو طوری برنامه ریزی کردن که به سلولهای مغزی خودش حمله کنه. بهترین تعبیر همینه، دقیقاً همینه. دانشگاه به جای اینکه کارخانه تولید سوال باشه، تبدیل شده به خط تولید جواب‌های از پیش آماده. و این ما رو مستقیم میرسونه به سر دوم این هیولا، انزوا و فرار مغزها. وقتی تفکر انتقادی سرکوب بشه و استانداردهای علمی سقوط کنن، نتیجه طبیعیش اینه که دانشگاه‌های کشور از شبکه جهانی علم جدا میشن. مثل یه جزیره میمونن که هیچ ارتباطی با دنیای بیرون نداره. و خب طبیعتاً هیچ دانشمند یا دانشجوی با استعدادی دوست نداره تو همچین جزیره‌ای حبس بشه. دقیقاً. این انزوای فکری مثل یک پمپ قوی عمل میکنه که بهترین مغزهای کشور رو به بیرون پرتاب میکنه. فرار مغزها یک انتخاب نیست. برای خیلی‌ها تنها راه نجاته. سیستم فعلی نه تنها نخبگان رو نگه نمیداره، بلکه اونا رو برای رقابت در دنیای واقعی هم آماده نمیکنه. این یک چرخه معیوبه. چه چرخه‌ای؟ ایدئولوژی انزوا رو تشدید میکنه و انزوا باعث فرار بهترین ها میشه و جای خالی اونها فضا رو برای حاکمیت بیشتر ایدئولوژی باز میکنه. پس ما با خفقان فکری و فرار نخبگان روبرو هستیم. این وضعیت چه تأثیری روی خروجی عملی دانشگاه‌ها گذاشته؟ این سومین سر هیولاست، درسته؟ بله، سر سوم که شاید ملموس‌ترین بخش بحران برای جامعه باشه، فقدان کارآمدی هست. یعنی یک شکاف عمیق بین دانشگاه و واقعیت‌های جامعه. فارغ التحصیلان وا با یک سری محفوظات از دانشگاه بیرون میان که اغلب هیچ ربطی به مشکلات واقعی کشور نداره. هیچ ربطی؟ ما با بحران آب، فروپاشی محیط زیست، رکود اقتصادی و هزار مشکل دیگه دست و پنجه نرم میکنیم. اما دانشگاه‌های ما انگار در یک سیاره دیگه سیر میکنن. خروجیشون نه نوآوری صنعتیه، نه راه حل اجتماعی. خب، تشخیص بیماری کامل و البته بسیار تلخه. حالا بریم سراغ درمان. این طرح یک استراتژی مرحله به مرحله داره. مشخصه که نمیشه این ساختار ویران رو یک شبه از نو ساخت. اولین قدم‌های درمانی، اون اقدامات فوری که باید در همون 1-2 سال اول انجام بشه، چیا هستن؟ دقیقاً. استراتژی مثل یک جراحیه. اول باید خونریزی رو متوقف کرد و بیمار رو به ثبات رسوند. بعد رفت سراغ جراحی‌های بزرگ.
اولین اقدام زیربنایی یک بازنگری جامع و فوری در برنامه‌های درسی هست، به خصوص در علوم انسانی و اجتماعی. فقط علوم انسانی؟ تمرکز اصلی روی این هاست، چون بیشترین آسیب رو دیدن. این فقط به معنی اضافه کردن چند کتاب جدید نیست. این یعنی یک سمزدایی کامل. باید تمام محتوای ایدئولوژیک و غیر علمی که در طول چند دهه به این رشته‌ها تزریق شده حذف بشه و رشته‌هایی مثل فلسفه و جامعه شناسی با رویکرد انتقادی و سکولار به جایگاه اصلیشون برگردن. این سنگ بنای بازگرداندن قدرت تفکر به دانشگاهه. پس اولویت اول پاکسازی محتوای فکری و علمیه. این منطقیه. اما به نظر میرسه یه اقدام زیربنایی دیگه هم هست که شاید در نگاه اول به دانشگاه ربطی نداشته باشه، ولی خیلی هوشمندانه است. درسته، و این نشون میده که طراحان این سند به کل اکوسیستم آموزش فکر کردن. اقدام دوم پرورش نسل جدیدی از معلمان برای مدارس هست. معلمان مدارس؟ بله، طرح پیشنهاد میده که درهای ورود فارغ التحصیلان نخبه دانشگاهی به نظام آموزش و پرورش باز بشه. از طریق یک سری دوره‌های آموزشی فشرده و مدرن، این افراد آماده میشن تا وارد مدارس بشن. صبر کن ببینم. پس برای اصلاح آموزش عالی، طرح از اصلاح آموزش پایه شروع میکنه. این یکم غیر منتظر است، ولی به نظر میاد خیلی هوشمندانه باشه. دقیقاً. انگار میخواد کیفیت ورودی‌های دانشگاه در 10 سال آینده رو تضمین کنه. دقیقاً. این یک سرمایه‌گذاری بلند مدته. وقتی شما بهترین فارغ التحصیلان دانشگاهی رو که با تفکر انتقادی آشنا شدن به مدارس میفرستید، در واقع دارید نسل بعدی دانشجویان رو پرورش میدید. این کار یک پل حیاتی بین دانشگاه و مدرسه میسازه که سالهاست تخریب شده. دانشگاه دوباره تبدیل به مغز متفکر نظام آموزشی کشور میشه و کیفیت از بالا به پایین تزریق میشه. این یعنی شما همزمان هم نرم افزار، یعنی محتوای درسی، و هم سخت افزار، یعنی نسل آینده دانشجویان رو دارید اصلاح میکنید. این اقدامات اولیه واقعاً مثل آماده کردن زمینه برای یک ساختمون جدیده. خیلی خوب. حالا بیا بریم سراغ خود اون ساختمون. سند یک بخش مفصل رو به اصلاحات در آموزش عالی در بلند مدت اختصاص داده. چشم‌انداز نهایی و اون تصویر بزرگ از دانشگاه آینده چیه؟ چشمانداز اصلی اینه که دانشگاه به یک نهاد کاملا مستقل، آزاد و پیشرو تبدیل بشه. اولین و بنیادی ترین اصل در این بخش بازگرداندن استقلال نهادی و آزادی آکادمیک هست. یعنی چی دقیقاً؟ یعنی پایان دخالت دولت و نهادهای امنیتی در امور داخلی دانشگاه. استخدام استاد، تعریف رشته، محتوای دروس، انتخاب رئیس دانشگاه، همه اینها باید به خود جامعه دانشگاهی سپرده بشه. دانشگاه باید از یک اداره دولتی به یک نهاد علمی مستقل تبدیل بشه. خب این استقلال روی کاغذ خیلی خوبه، اما چطور میشه در عمل تضمینش کرد؟ به خصوص بعد از ده‌ها کنترل شدید، چطور میشه از هرج و مرج جلوگیری کرد و این استقلال رو نهادینه کرد؟ این سوال کلیدیه. سند برای این موضوع یک راهکار ساختاری پیشنهاد میده. تغییر در ساختار مدیریتی. مدیریت متمرکز و انتصابی فعلی باید جای خودش رو به یک ساختار دموکراتیک بده. یعنی چی؟ یعنی انتخابات؟ بله. یعنی شوراهای دانشگاهی با حضور نمایندگان منتخب اساتید، دانشجویان و حتی کارمندان تشکیل بشن و این شوراها در تصمیم‌گیری‌های کلان نقش اصلی رو داشته باشن. این کار فقط یک تغییر اداری نیست، بلکه تمرین دموکراسی در قلب نهاد علم کشوره. اینطوری خود دانشگاهیان یاد میگیرن که مسئولیت اداره خونه خودشون رو به عهده بگیرن. بسیار خوب. پس اول دیوارهای داخلی دانشگاه رو محکم می‌کنیم و استقلالش رو تضمین می‌کنیم. بعدش چی؟ چون قبلاً به مشکل بزرگ انزوای علمی اشاره کردی. چطور می‌خوایم پنجره‌های این خونه رو به روی دنیا باز کنیم؟ دقیقاً. گام بعدی همینه. اتصال مجدد به جهان. برای شکستن این انزوای طولانی، طرح چند تا راهکار مشخص و عملیاتی داره. اول، برقراری ارتباط رسمی و دوباره با دانشگاه‌ها و نهادهای علمی معتبر دنیا. خب، دوم، اجرای یک برنامه گسترده برای تبادل استاد و دانشجو با حمایت بورسیه‌های دولتی.
یعنی بهترین دانشجوهای ما بتونن برن در دانشگاه‌های طراز اول دنیا تحصیل کنن و از اون طرف ما هم میزبان محققان بین‌المللی باشیم. این تبادل دو طرفه مثل باز کردن یک شاهراه برای ورود هوای تازه به فضای علمی کشوره. و به نظر میرسه یک راهکار فرهنگی علمی خیلی جذابم برای این کار در نظر گرفته شده. چیزی که فراتر از رفت و آمد افراده. بله، و این شاید یکی از هیجان انگیزترین بخش‌های این طرح باشه. اجرای یک پروژه ملی برای ترجمه متون کلیدی و آکادمیک جهان به زبان فارسی. واو، این فوق‌العاده است. تصور کن، برای ده‌ها دانشگاه‌های ما از جدیدترین نظریه‌ها و کتاب‌های علمی دنیا عقب بودن. این پروژه مثل یک تزریق گسترده داده‌های علمی به جریان خون فکری کشوره. به همراه سرمایه‌گذاری سنگین روی کتابخانه‌های دیجیتال و دسترسی آزاد به منابع، این کار به انزوای فکری پایان میده. زبان فارسی هم به عنوان یک زبان علمی مدرن دوباره جون میگیره. پس تا اینجا دانشگاه مستقل شده، مدیریتش دموکراتیک شده و به شبکه جهانی دانش هم وصل شده. عالیه. اما این دانش قراره در چه راستایی استفاده بشه؟ چون یکی از مشکلات اصلی بی ربط بودن تحقیقات دانشگاهی به نیازهای کشور بود. آیا طرح برای این هم فکر کرده؟ بله، و این چهارمین محور تحول بزرگه، اولویت بخشی استراتژیک به پژوهش. این یعنی دانشگاه آزاد و مستقل ما قرار نیست بی هدف و رها باشه. یعنی چی؟ یعنی باز هم کنترل دولتی؟ نه اصلاً. این طرح میگه تحقیقات دانشگاهی باید به سمت حل مشکلات واقعی و حیاتی کشور هدایت بشن. این به معنی دولتی کردن تحقیق نیست، بلکه به معنی ایجاد مشوق‌های هوشمند، تخصیص بودجه‌های هدفمند و تعریف مأموریت‌های ملی برای دانشگاه است. پس این مثل یک لیست از اولویت‌های ملی برای تحقیق و توسعه است. انگار این سند داره میگه اینها زخم‌های اصلی کشور هستن و از دانشگاه انتظار میره که برای درمانشون راه حل پیدا کنه. این حوزه‌های حیاتی مشخص شدن؟ بله، و لیست این حوزه‌ها نشون میده که نگاه طراحان چقدر عملگرا و آینده‌نگره. این یه لیست تصادفی نیست. اولین حوزه محیط زیست هست. که خب حیاتی ترین مشکل ماست. دقیقاً. با تمرکز ویژه روی بحران آب و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر. دوم، اقتصاد و فناوری، شامل کشاورزی پایدار، صنایع نوین و اقتصاد دیجیتال. و سوم، حوزه‌های اجتماعی و سیاسی مثل حقوق بین‌الملل، نظام سلامت عمومی و توسعه پایدار شهری. در واقع دانشگاه تبدیل میشه به مرکز تحقیق و توسعه کشور برای بقا و پیشرفت. خب وقتی همه این قطعات پازل رو کنار هم میذاریم، چه تصویری از دانشگاه آینده برای شما که شنونده ما هستید شکل میگیره؟ این همه تغییر در عمل چه معنایی برای کشور و آینده دانش داره؟ اگه بخوایم در یک جمله بگیم، هدف اینه که دانشگاه از یک سربازخانه ایدئولوژیک به مغز متفکر و قلب تپنده توسعه ملی تبدیل بشه. بر اساس این سند، دانشگاه آینده ایران چند تا ویژگی اساسی داره. اول، یک مرکز مستقل برای تفکر انتقادی هست، جایی که هیچ خط قرمزی برای پرسشگری وجود نداره. و دیگه یک جزیره تنها و منزوی نیست. دانشمندان ایرانی هم در تولید علم جهانی مشارکت دارن. و سوم، دانشگاه یک سرمایه استراتژیک برای کشوره که تمام انرژیش رو روی حل کردن مشکلات واقعی مردم، از آلودگی هوا گرفته تا بیکاری، متمرکز میکنه. و شاید از همه اینها مهمتر تأثیر این تغییرات روی خود آدم هاست. یعنی اساتید و دانشجویان. این طرح چه آینده‌ای رو برای اونها ترسیم میکنه؟ این مهمترین دستاورد این طرحه. دانشگاه آینده فضاییه که در اون شایستگی علمی تنها معیار ارزشه، نه وفاداری سیاسی. این یعنی پایان سهمیه‌ها و استخدام‌های سفارشی. دقیقاً. یعنی برای استخدام شدن، برای ارتقا گرفتن، برای گرفتن بودجه تحقیقاتی، دیگه مهم نیست که شما چه عقیده‌ای دارید یا چقدر به سیستم وفادارید. فقط دانش، تخصص و دستاورد علمی شما مهمه.
این راهکار به طور مستقیم ریشه فرار مغزها رو خوش میکنه، چون به بهترین ذهن‌های کشور این پیام روشن رو میده: دانش شما در این کشور بالاترین ارزشه، بمونید و اینجا بسازید. فوق‌العاده است. پس اگه بخوایم یک جمع‌بندی نهایی داشته باشیم، میشه گفت این سند یک نقشه راه 3 مرحله‌ای برای احیای دانشگاه‌ها داره. اول بازگرداندن آزادی و استقلال به درون دانشگاه، دوم باز کردن درها به روی جهان برای تبادل دانش و سوم متمرکز کردن این دانش و آزادی روی حل مشکلات اساسی کشور. جمع‌بندی بسیار دقیقی بود. این سند یک نقشه راه کامل برای اصلاحات ساختاریه، اما همین موضوع یک سوال عمیق‌تر رو برای ما باقی میذاره که شاید بد نباشه شنونده هم بهش فکر کنن. چه سوالی؟ ببینید، این طرح روی تغییر قوانین، ساختارها و برنامه‌های درسی تمرکز کرده که کاملا درست و ضروریه. اما چالش واقعی‌تر شاید تغییر فرهنگ حاکم بر دانشگاه باشه. چطور میشه ذهنیت نسلی از اساتید و دانشجویان رو که ده‌ها سال به سرکوب، انزوا و تظاهر عادت کردن بازسازی کرد؟ برای احیای شجاعت فکری و جسارت علمی بعد از این همه سال خفقان، به چه چیزی فراتر از قوانین جدید نیاز داریم؟ این شاید همون سوالی باشه که موفقیت واقعی این طرح در بلند مدت به جواب اون بستگی داره.